سلام كمسك الختام. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امروز ما شاهد آن هستیم که بسیار نفران شخصان دیگر را لعنت می کنند. بسیاری از مردم هنگام عصبانیت زبان خود را اداره کردن نمی توانند و انسانها، حیوانها، روزها و حتی خود و فرزندان خود و همسران خود را لعنت می کنند و این کار گناهی بسیار بزرگ است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که مسلمانی را لعنت کند مانند آن است که او را کشته باشد. روایت بخاری. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لعنت کردن مؤمن گناه و کشتن او کفر است. روایت بخاری و مسلم. این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند روز قیامت لعنتگر شفاعت کننده و شاهد بودن نمی تواند. روایت مسلم. و در جای دیگر فرمودند آدم متقی یعنی آدم با تقوا لعنت نمی فرستد. روایت مسلم. و در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی که در پی شرمسار کردن مردم است، عیبجو، لعنتگر، حقارتچی و لغوگوی است، مسلمان نیست. یعنی این عملهایی که آن انجام می دهد از عملهای مسلمان ها نیست، گرچند او خود را مسلمان گوید، اعتقادا مسلمان است اما عملا آن مسلمان نیست. در حدیث دیگر پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند به درستی وقت آدم لعنت می کند لعنت وی به آسمان بالا می شود، درهای آسمان پوشیده گردیده سد راه او می گردند، پس وی از بالا به زیر می آید و درهای زمین هم پوشیده می گردند. لعنت خود را به راست و چپ زده جای می کوبد. اگر وی برای خود جای نیابد، آدمی لعنت شده شایسته لعنت نباشد، به سر خود لعنت کننده آمده می زند. روایت ابو داود. لعنت و نفرین بیشتر از زنان رخ می دهد، چنانکه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند لعنت و نفرین از مهمترین سبب‌هایی است که زنان را به دوزخ می اندازد و همچنین لعنت کنندگان روز قیامت کسی را شفاعت کردن نمی توانند. و بدتر از آن این است که شخص به ناحق کسی را لعنت کند، این لعنت به خود او باز می گردد و در واقع این شخص برای نابودی خود و هلاک خود دعا کرده است. پس مادران و خواهران ایمانیم، فرزندان خود را لعنت نکنید. لعنت کردن یعنی که محروم شدن از رحمت خداوند است. چه خیلی شما دعا میکنید که آنها از رحمت خداوند دور شوند، محروم شوند. پس زبانهای خود را از این گناه باز دارید، چون این لعنت شما به خود شما باز میگردد و ضرر آن را خود شما در این دنیا و آخرت میبینید.